زمان مدرسه یه شعاری برای ما معین کرده بودن، سر صف باید میگفتیم به این مضمون که اسلام پیروز از شرق و غرب، نابود از شهید. شرق و غرب کلا نابود، یعنی الان باز میگن فقط غرب نابود، اون موقع شرق هم قاطیش بود، یعنی کل دنیا نابود است. چرا؟ به چه مناسبت؟ کن شرق نابود، غرب همه نابود است، یه دونه فقط خاورمیانه یه گوله همین وسط بمونه، اسلام بمونه که اونم خودمون انقدر بزنیم سر کله دیگه با هم دیگه بجنگیم، خودمون هم نابود بشیم دیگه. فقط ما طرفدار محیط زیستیم، بشر نسلش کلا نابود بشه، درخت‌ها بمونه. آقا به اونا رو هم میذارید خراب میکنید، محیط زیست هم نابود میکنید. طرفدار با کلا با حیات مخالفن، طرفدار سنگن، طرفدار بقای خاکن. آب، خاک، سنگ، اینا باید بمونن، اینا اصالت داره، همین موجودات زنده باید نابود بشن. بعد آخرش همینجوری یهو بی ربط شهید. نه ربط به فعل داشت، نه ربط به فاعل داشت، نه ربط به مفعول داشت، نه مضاف بود، نه مضاف الیه بود، نه صفت بود، نه موصوف بود. خود شهید اصلا غافلگیر میشد. روح شهید اون بالا نشسته بود، اگه به تمام شعارم موافق بود، اسلام پیروز است، شرق و غرب نابود است، شهید. من چی چه ربطی داشته من اصلا این وسط؟